هین توکل کن ملرزان پا و دست، رزق تو بر تو ز تو عاشق‌تر است. دیگه هیچی نباید گفت. بعد از این شعر باید سکوت کرد. هیچی دیگه نباید گفت. هین توکل کن ملرزان پا و دست، رزق تو بر تو ز تو عاشق‌تر است. پول تو، رزق تو، نون تو بیشتر از تو به سمت تو گرایش داره، ولی تو توکل باید بکنی. انرژیت باید اینجا باشه. انرژیت باید انرژی اعتماد باشه. مولانا همه این حرفا رو بلد بوده، بهتر از هر کس دیگه‌ای بلد بوده. مولانا همه اینا رو میدونسته و باهاش زندگی کرده. انرژی تو باید اینجا باشه. انرژی قدردانی، انرژی عشق، انرژی فراوانی، اعتماد، شوق. خدای شکر. خدای شکر. ماشینم پنچره. خدای شکر. خدای درستش میکنم. مشکل چیه؟ کی گفته قرار بوده ماشینم پنچر نشه؟ کی گفته قرار بوده بچه من مریض نشه؟ کی گفته قرار بوده من پول از دست ندم؟ کی گفته قرار بوده مامان من نمیره؟ کی گفته قرار بوده ماشینم تصادف نکنه؟ کی گفته قرار بوده این اتفاقا نیفته؟ هر کدوم از این اتفاقا میخوام بیفتن. من انرژیم رو تعیین میکنم و انرژی من مقدس و خداییه و اتفاقاتی که تو زندگی من میفته از همین سطح انرژیه. نگاه کن، آدمایی که بابت سلامتیشون نگرانن آدمایین که مریضن. آدمایی که بابت آیندهشون نگرانن آدمایین که آینده اصلا الانشون هم خوب نیست. نگاه کن، کسایی که مدام از پول میترسن کسایین که اتفاقا فراوانی و رونق تو زندگیشون نیست. خدا تو رو نفرستاده اینجا که دست خوش اتفاقات اطرافت باشی، که یه نفر ازت تعریف کنه به چه لباس قشنگی، وای خدا چقدر من خوشبختم. یکی ازت بد بگه بری پایین. خدا تو رو آورده که تو مچ بشی، تو فرکانس، تو برادکست خدا بشی. مثل این که آقا من اینجام، من دارم انرژی پخش میکنم تو هر لحظه. سلولای بدنت، علم این سلولای بدن دورشون هر کدومشون یه کوچولوی حاله سلول زنده است. تا وقتی اون حاله هست سلول داره میره دنبال غذا، جفتگیری میکنه، تکثیر میشه، وقتی میمیره حاله از بین میره، سلول میشه خشک، خاک، میمیره، از بین میره، کاملا از بین. اگه جلو آینه وایسادی اخم میکنی، اگه جلو آینه وایسادی فوش میدی، فکر میکنی خب آخه آینه داره به من فوش میده، آینه به من اخم کرده، هر موقع آینه خوش اخلاق شد منم خوش اخلاق میشم. خنده داره اصلا این حرف اصلا شوخیش هم باشه. آینه به تو بخنده وقتی تو داری توش اخم میکنی. مگه پول نمیخوای؟ مگه آزادی نمیخوای؟ مگه عشق نمیخوای؟ مگه آرامش نمیخوای؟ باید اون انرژی رو مچ کنی، باید تو خودت اون انرژی رو پیدا کنی، متساعد کنی همین الان. و اینجا قدرت ذهنتو تعیین میشه و اینجا قدرت مدیتیشنه. اگه مدیتیشن نمی‌کنی همه این حرفا برای تو فقط یه سری جمله شاید قشنگه، امیدوارم لااقل قشنگ باشه، ولی هیچ تأثیری تو زندگی